دوستان، نام من زوحق. امروز من درباره خصلت خوب و بد سخن میگویم. اگر خواهید دانید که شخصان خوب و کسانی بد کیهایند، با دقت گوش کنید. دوستان، اصلا آدمان خصلت‌های خوب و بد دارند. خصلت‌های آدمان را از روی عملشان معین می‌کنند. تنها کردار و رفتار آدم را با دیگران آشنا می‌سازد. با خصلت خوب اینها داخل می‌شوند: مهنت دوست، راستگویی، مهربانی، راست قولی، باادبی و غیره. با خصلت بد باشد اینها داخل می‌شوند: دروغگویی، دلسیاهی، بی احترامی، بدگویی، بدگمانی، خبرکشی و اینچنین سخنچینی. همسالان عزیز، این لحظه من میخواهم آید یکی از خصلت بدی که سخنچین نام دارد کمی سخن بگویم. آیا شما میدانید سخنچین کیست؟ سخنچین آدمی است که عیب کسی را به دیگری گفته در بین آنها نیزا یعنی خفگی، جنگ و جنجال میخیزاند. سخنچینان کوتاه اندیشند، از کسی سخن شنوند همانو به دیگران برده میرسانند. حتی به خودشان هم دخل نداشته باشد به صحبت آدمان گوش میدارند که چی ها گفته ایستاده اند. آنها کنجکاوی کرده از ما گپ میگیرند و به کسی دیگر رفته میگویند. با این خصلت بدشان باعث بدبینی، دلخنکی ها و ناخوشی ها میشوند. آن اکنون فهمیدید سخنچین کی بوده است؟ بنابراین دوستان عزیز، هیچگاه این خصلت بد را به خود پیشه نکنید. کوشش کنید که سخنان دیگران را از کس به کسی دیگر نرسانید. صحبتی که برایتان دخل ندارد اصلا گوش نکنید. هیچ وقت روز دوستتان را به دیگران نگویید. این عملی خوب نیست. کلان سالان بین خود صحبت کنند. ما بچه ها باید آهسته خود را به کنار گیریم. مبادا صحبت آنها را شنیده مانید. باید به کسی نگویید. ممکن که گپ آنها جدی باشد و تنها به خودشان دخل داشته باشد. همسالان عزیز، از این رو برمی آید که سخنچینی خصلت نهایت بد است. فقط بچه های بی عقل و کوتاه اندیش این طرز رفتار میکنند. بنابراین پیش از یک کار کردن خوب اندیشه کنید. خیر، تا بازدید.